روسط کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 20 یونیو سال 2024 به مراجعت یک ساکن پایتخت تاجیکستان توسط شبکه‌های اجتماعی درباره اینکه گویا زنازنی خونین مای بین نورسان که باعث هلاکت یک نوره شد در سطح ضروری مورد تفتیش قرار داده نشده است رسما پاسخ داد. ملیس پایتخت گفت مراجعت مذکور بواسطه از جانب رهبریت روسط کارهای داخلی شهر دوشنبه مورد سنجش قرار داده شده و بر اساس نتیجه های سنجش رسما به اطلاع شهروندان رسانیده می شود که حادثه مذکور همچون جنایت به قید گرفته شده گمانبران در حبس پیشکی قرار دارند. شب 9 مای سال 2024 تخمین ساعت 20:40 دقیقه در کوچه بیزاد نویه شامنصور از سبب نافهمی‌های قبلا وجود داشته دو گروه نابالغان در جای جمعیتی با استفاده از آلات خلنده و برنده هم دیگر را مورد لطکوب قرار دادند. در نتیجه این مناقشه و برداشتن جراحت‌های وزن جسمانی نابالغ خوشوقت و فرسول در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. ملیسا گفت همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت مذکور شهروندان شریف و بیروز میراجویچ سال تولدش 2007 ساکن شهر دوشنبه کوچه رودکی، رجبزاده عمر خالمحمد سال تولدش 2007 ساکن شهر دوشنبه محله قروتگین، سمادوف عبدالرحمن قهرمانویچ سال تولدش 2006 ساکن شهر دوشنبه کوچه صحبا، مدخولوف ادریس تاجدینویچ سال تولدش 2008 ساکن شهر دوشنبه کوچه دیلوی و یعقوبوف محمد بحردینویچ سال تولدش 2008 ساکن شهر دوشنبه کوچه نعمت قربویف دستگیر کرده شدند. در رابطه با جنایت مذکور نسبت به 5 نفر طبق طلبات ماده 237 و 112 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام افباشی گروهی و رسانیدن آسیب وزنی به سلامتی که باعث مرگ انسان شده است پرونده های جنایتی آغاز کرده شده گمانبران در حبس پیشکی قرار دارند.